سلام علیکم. یه نکته من بگم. ببین وقتی ما میگیم تو کار تجهیزات پزشکی همه چی قبول کنید، منظور از همه چی کاریه که در نظر خودتون میتونید درستش کنید. خب به دو علت، یکی اینکه هم تجربه میشه براتون و آشنا میشین با دستگاه ها و اصلا کلا ابزار آلات تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی بیمارستانی، هم اون کلمات رو میشناسین، همون چیزهایی که نیازه کار شماست رو متوجه میشین. اینجور وقتی میخواین با یک کسی صحبت کنید، یه جایی میاد قرارداد ببندین، مثلا طرفتون متوجه میشه که شما این کارید. خب این دستگاه آزمایشگاهیه. کارش هم ببین به طور ساده بگم، نمیخوام کلمه خیلی تخصصیشو به کار ببرم، شاید متوجه نشن بعضی این ویدیو رو میبینن. این کارش به صورت ساده عین مایع دستشویی چجوریه که شما فشار میدید مایع میاد بیرون، این دقیقا همون جوریه که بالای قسمت نمونه قرار میگیره و با این درجه که اینجا داره مقدار اون مایعی که قرار خارج شه ازش رو میتونید در نظر بگیرین که ازش خارج شه. کارش چیه؟ اینجوریه میاد رو به بالا و فشار میاد رو به پایین، اون مایع از این قسمت خارج میشه و اینجا رو اون بطری بسته میشه. بطری هم ببین سایزهای مختلف داره، میتونه بسته کنه. خب دیسپنسر بهش میگن، اسمش دیسپنسره و نمونه چینی داره، این نمونه آلمانیشه. خب امروز ما رفتیم شبکه بهداشت، به ما زنگ زده شبکه بهداشت شهر، آقا ما این دستگاه داریم میتونید تعمیر کنید یا نه؟ ما اینو چون بفرستیم تهران مثلا، یا بفرستیم مرکز، یا بفرستیم یه جایی فلان، 4-5 ماه طول میکشه اون برسونن، با ما نیاز داریم میشه. رفتیم دیدیم، ما گفتیم مشکل این چیه؟ گفتن الان چند روزی هست که نمیکشه بالا نمیکشه پایین. خیلی ساده است، مشخصه دیگه. این داخلش سیلندر داره عین سرنگ، یعنی این تو عین سرنگ آمپوله، یه چیزی میره بالا و خلا ایجاد میکنه و فشار میده بیرون. خب این قسمتش هم دقیقاً عین شیشه پاک کن، یعنی کلیات کار یک شیشه پاک کن در نظر بگیر، فقط با وسیله حالا خلا و فشار و تنظیم شده. به ظاهر شاید دستگاه سختی بیاد وقتی میگن آزمایشگاهی و فلان، ولی وقتی میبینی همچین چیزیه. دستگاه ارزون قیمتی نیست. این نمونه چینیش این الان 18 میلیون تومانه، این نمونه آلمانی این دستگاه الان 89 میلیون تومانه. یه دستگاه همین کاره ساده. ببین این سال 401 این دستگاه رو خریدن، 3 روز بعد از استفاده افتاده شکسته. حالا مشکل این یکی چیه؟ مشکل این یکی اینه که این قسمت شکسته، درسته؟ نمونهش گیر نمیاد، سایز لوله‌اش شاید گیر بیاده، ولی چون که این داخلش میبینید دو پله است، باید نمونه اصلی خودش باشه حتما، یا باید سایز خودش یا نمونه اصلی خودش باشه. دستگاه 89 میلیون تومان قیمتشه. این قطعه گیر نمیاد، خودشون چندین بار تلاش کردن پیدا کنن، پیدا نشده. ما بهشون گفتیم چون میتونیم درست کنیم، گفته آقا این دستگاه هم ببر پیدا کن. ما چیکار کردیم؟ ما می‌خوایم اینو فردا به یکی از دوستانو ببریم بدیم با یه نمونه پرینتر 3 بعدی مستحکم که داخلش رده نباشه، صاف باشه، این عملیات خلا رو بتونه درست انجام بده و نمونه شفافش رو پیدا کنه واسه ما درستش کنه. خب همین دوتا کار. خب یه دستمزد به ما مثلا، من دستمزدم نمیدونم، حتی اصلا نمیدونم دستمزدشون چقدره، ولی مثلا من واسه این کار مثلا با همین که درستش کردم کارشون راه افتاده که نداشتن، اگه می‌خواستن بخرن باید 70 میلیون 80 میلیون 40 میلیون پول میدادن، یا اگه می‌خواستن بدن کسی درست کنه بعد 2-3 ماه دستش می بود. ما واسه این کار مثلا 5 میلیون تومان میگیرم، واسه این که پرینتر سه‌بعدی بدیم درست کنه و ردیفش کنه پیداش کنه قطعی به یقین زیر 15 تومان نمیگیره. چرا؟ چون هم کار رو انداختم، هم از یه هزینه 100 میلیونی نجاتشون دادم، و همین که من خودم تجربه کسب کردم و باعث شدم که یه چیزی جدید یاد بگیرم و درستش کنم. برای همین تو این سیستم کاری کسی بهتون زنگ میزنه چیزی میگه قبول کنید، یا اصلا میگه بذار بیام ببینمش، نگید نمیتونم یا کارم نبوده یا بلد نیستم. نمیگم وارد همین چیز بشین، مثلا دستگاهی بیاید دستگاه آزمایشگاهی تعمیر کنید، یا برید مثلا سراغ دستگاه ام آر آی یا دستگاه فیزیوتراپی وقتی بلد نیستین. چیزهای ساده اینجوری خب برای شما هم تجربه میاره، هم باعث میشه شما به عنوان یک تکنیسین، یعنی تجهیزات پزشکی آزمایشگاه بیمارستانی شناخته بشین در شهر، در اون مرکز، در اونجا، و این روند برای شما کم کم باعث ایجاد گرید میشه. پس اینو داشته باشین که قبول کنید، ایراد نداره، برید ببینید دستگاه رو
حتی اگه رفتین دیدینم بعدش بگید نمیتونم یا اصلا یه بهونه بیارید، ولی بیاید ببینید اونجا، خودتون نشون بدین و خودتون به عنوان تکنسین نشون بدین اونجا. پشت گوشی نگید نه نمیتونم، تخصص من نیست، یا اصلا بگید نه درستش اینه، یا آدم عاقل بگه تخصص من نیست. نه، این حرفا رو بذارید کنار و کار کنید. این کارا کار میاره برای شما. من اینو درست کردم، به من تماس گرفتین که آقا مثلا تو فلان روستا که زیر نظر شبکه بهداشت بوده یونیتای دندانپزشکیشون خراب شده، 5 تا یونیت داره، تشریف بیارید اونجا هم اوکی کنید. خب همین 5 یونیت واسه من دوباره کاره و در ادامه چندین درمانگاه و این گرید میشه واسه من. وقتی مطبای دیگه بدونم من دارم با اینا کار میکنم، برای من گرید میشه.